استاد لایق بزرگترین شاعری دوران ما بودند و بزرگترین شاعری عصر 20 تاجیکستان هستند. استاد لایق محفل‌آرای بزرگ هم بودند که در بسیار محفل‌های اون قسمت اشتراک کردم. یک محفل شیر و شکر همراه هنرمند ممتاز دولتمند خال در کلاه آراسته بودند که بسیار خاطرنشین بود و ما توسط دوستی بین دولتمند و لایق مشرف شده ایم که در خانه دولتمند چند شب رو تا سحر گذرانیم، شعرخوانی ها کنیم. دوست می داشتم و شخصیتشون رو دوست می داشتم. انسانی بسیار بالاگوهر بودند، جوانمرد بودند، بسیار جوانمردی بودند که متاسفانه من نظیرشون نمی بینم، کم می بینم در این دوران. نمیدونید دیگه لایق شعرعلی استوزایی که خیلی خیلی بودم کلانشور شب و ایور نمی رویا اگر نه لایق شعرعلی خیلی استوزایی یعنی چی کار میکردن؟ شاعر بودن شاعر یکم جوان بودن شاعر نغز بودن یکم شعر شنیدید؟ استاد لایق شعرعلی یکی از شاعران برجسته تاجیک به شمار می رود و امروز زادروزی او است و در تمام دانشکده و دانشگاه‌های عالی مملکت امروز تجلیل این شاعر روزی زادروزی شاعر ابرمرد را قید میکنند و از جمله در دانشگاه دیگر و لایق شعرعلی از جمله بسیار غزل و رباعیات‌های زیادی دارد، بخصوص رباعیات‌های عشقی لایق شعرعلی که بخصوص برای جوانان خیلی هم یک منبع الهام به شمار می‌روند و جوانان در همه جوانان وقتی که عاشق میشوند بیشتر از همین رباعیات‌های لایق استفاده می‌برند و خیلی هم لایق همین در رباعیات‌های خود درد و دلی همین جوانان را تجسم کرده است. در مورد آن که میگن چرا میدانم برای شما شعر بگویم از لایق شعرعلی او را حافظه یعنی در حافظه نیست، در خاطرم نیست، اما او را خوب میشناسم. یک شاعر است بسیار که میگن که با نزاکت خاص خود شعر را ایجاد میکرد که شعرهایشان در دل خواننده باقی ماندن و با یک احساسات معین خاص شخصی ارزنده قابل احترام و همیشه نتنابرزی نماید اگر شخص و حقایق افکار او اعتقاد باوری داشته باشد. لایق شعرعلی بسیار شاعری بزرگ و زبردست بود. موسیقی یعنی شعرش در یادتان نیست؟ یکی بسیار شاعری زبردست، شاعری خوب